هر کس هم در دیگه دولت دیگه پرچم برداشتن نمیتونه برادرای عزیز. اوش چوا عیشری مادر حلال. انا دوستی عزیزم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، برادرای قدردان، انا بینین برادری ما، انا دوستی عزیز ما، این صاحب خونه شد، سه خونگاه، رئیس شهرمون محترم رستم مومالی. این مرده که هنر داره، استعداد خدادادی داره، میگه بینوایان را خدا رزق هوایی میدهد. اینی که هوا آش چوا عیشری مادر حلال. انا دوستی عزیزم سربلند باشی، نصیبت کنه این خونه، نصیبت کنه با انم خیلی پرچم ملت در تمام روی دنیا ببردار. ما خیلی آرزو امیدی کلام داریم دوستی عزیزم. باقی خداوند نگهبانت باشه، در که جای باشی نباشی سربلند و خوناباد باشی. هر کس هم در دیگه دولت دیگه پرچم برداشتن نمیتونه برادرای عزیز. برای اینکه پرچم برداشتن مهنت کردن در کار، علم آموختن در کار، همه طرفه، هم علم دنیوی هم علم دینی مبین اسلام، همه طرفه باید آدم بسواد باشه. برای اینکه پرچم در دیگه دولت میبرداره. و مثل این دوستی عزیزی ما، دودر عزیزی ما فاروق حسنوف و مثل دیگر برادرها پرچم بردار باشه. این فاروق جان در آش شوه، بازم در آینده هم پرچم ما را در دیگه دولت برداره. فاروق به پیش.